سلام بچه، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بالاخره دوتا شانس اپیک جایزه کریسمس رو بهمون داد، ولی متاسفانه فول اپیک نیست و بین سر 5 تا بازی کنه. کرایی و فورلان راول اپیکاش هم فکیر و دپای و برایم دیاز و آکامپوس و از بازیکنه به درد بخور هایلایتش هم، و خدا کنه که دیگه شانسمون رو خوب بده و بریم که یه لاغل یه با اپیکی یه دونه هایلایتی یه چیزش در بیاریم. بالاخره که این همه دمو چیز نداده، بریم چی میشه. خب اومد داخل باکس بریم کرایو فهم چی به چی. کرایو 27 ساله است در این کارتش، تور پلیر، آمار خوبی داره، دریبل و پوزیشنش هم ارتقا پیدا میکنه، بحث بسترش، سرعتش هم همینطور و همچنین بالانسش. طبق این شایعاتی که برای چیز پخش شده، برای این روش ها پخش شده، ما انجام میدیم که شاید داد بمون. حالا خدا رو چه دیدی، شاید بمون داد یه دفعه این روش ها عمل کرد. گفته بودن که 3 تا فورلان میزنیم، چکش میکنیم و بریم. حالا ادامهشو بعدا میگم. 2 تا فورلان، همه اپیکاش هم خوبن خدا وکیلی، یعنی هر کدومو به اون بده دستش طلا. یعنی اصلا شما به ما یه فقط به دستمون هر کو عشقش کشید بده. خب این هم آخرین بار سبک بازش هم نگاه کنیم. فورلانو که گل پوچره. خب اینم رولم یه بار جای خوبی هم میتونه بازی کنه، هول پلیر هم هست. امیدوارم به اون بده، بریم شانس رایگان اول بزنیم. تو رو جان هر کی دوست داری، قسمت میدم بده. الهی بیا میده تو بده، بریم چی بشه. بده، خواهش کردم، بده. وای نداد. ای بابا کی میخواد دو بده. این که هررا خدایا این چی الان به من الان. خب چی خدا. خب اولی که نداد، اولی نه خوبه که دومی بده. کجا داده که اصلا به این خیلی پایین داد. امیدوارم دفعه بعد بده، چون این روشی که داری دفعه بعد که کارنه که بذاری چند تا نشایی کنیم، شاید یه زد داد، شاید هم نه دیگه میده دیگه، نمیگیم نمیده، میده. خب از اینجور چیزا بزنیم، از اینجور چیزا ایزت دنید. خب یه نگاه کنیم اینو بازیکن خوبشن، هایلایت و اپیکاش زده. حاجی کلا 15 تا 105 تا 3 ستاره داده. یعنی ما اگه بتونیم بین این 15 تا یه سه نزدیک 10 تاشون بازیکن خوبم در بیاریم، یعنی عالی. یعنی امیدوارم واقعا یه دفعه آدم باشه، یه دفعه بهمون بده خدا وکیلی. دیگه هر چیزی ذهنم میاد و انجام میدم. جان هر کسی دوست داری نداری، جان هر کسی دوست داری و نداری بده. آقا من میخوامش، چرا نمیدی؟ بده دیگه. میزنم 1، میزنم 2، میزنم 3، بده. وای خدایا بده، خدا وکیلی بده. جان هر کی دوست داری بده، ندادی. وای خدا چی بگم انصافا. بازم سویا داد. وای بازم 3 ستاره. بریم ببینیم که از کجاش داد. واقعا خیلی بدون آدم بدون چیزی هستی که نمیدی. یعنی حتی 1 و 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 12 14 ردیف پایین تر داد. یعنی 15 ردیف دیگه، خیلی پایین داد. و من نمیدونم اصلا مگه نباید فول اپیک بده؟ اصلا من نمیفهممش. بعدش باگ خورده چرا به من زده 149 تا بازی کن. من الان 2 تا شانس رو یگان زدم. چجوریه؟ آقا یه دون اینجا زدیم.
پایینه کو؟ نگاه کن کو؟ آقا شانس رایگان من پروندهش ها. مگه میشه؟ آها نه نیکی حاجی کنم باک خورد. ببین دوباره شانس رایگان میخواد بهمون بده. فکر نمیکنم. یعنی من یه سوال دارم، خدا سشوار خودش بیاد بهم بگه خب این که ما پوتو بود بس اعلان نیومده و چرا فول اپیک نداره؟ اصلا توی سایت خود کنامی اومده بود که زده بود یه فول اپیک خوب. حالا به ما نمیده. الان ما 4 تا بازیکن از این به نظر خودش واقعا میده که به ما اومده داده. واقعا حرفی برای کنامی ندارم و امیدوارم که شما از این باکس در بیایید. آخرین بازیشون آردا گولره و اولین بازیکنش یوهان کرایوف. امیدوارم که از این ویدیو خوش اومده باشه. اگه گرفتی بازیکنی زیر این پست حتما باسم بزن گرفتی و کیو گرفتی و آیا کوین زدی یا دو تا شانس رایگان گرفتی. لایک و ساب بزن تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.